گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفوروف مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفوروف یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفوروف، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 58. بابا جان غفوروف، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. سیاست داخلی منگوقان و حاکمیت تاجر مسعود بک. پس از استیلای مغول در بین خانهای مغول و اعیان و اشراف محلی نسبت به اهالی مقیمی ناحیه‌های ضبط شده دو تمایلی به هم ضد پیدا شد. افاده کنندگان تمایل اول جانبدار آن بودند که مردم را هرچی بیشتر طلب و تاراج کنند و اندیشه نمی کردند که در نتیجه خود آنها از درآمدهای بی حد و حساب محروم می شوند. افاده کنندگان تمایل دیگر که قسمت کمی خانها و اشراف بادیه‌نشین مغول را تشکیل می کردند، جانبدار تأسیس حاکمیت پراقتدار مرکزی بودند. کوشش می نمودند که از غارت و خانویران نمودن اهالی مقیمی دست کشیده کشتزارها را از خرابشوی پیشگیری نمایند و مقصد اساسی آنها بیشتر و با ثمره زیاد استثمار کردن اهالی مهنتکش بود. یکی از جانبداران تمایل دوم منگوقان و حاکم تاجر مسعود بک پسر محمود یلواج بود. منگوقان سال 1251 به سر حاکمیت آمد. او فرمان و یرلیق‌های از جانب حاکمان پیشین صادر شده را به اعتبار دانسته خراج و اندازهای پیشتره میان شکن را بیکار کرد. او اجازت نمیداد که اشخاص جداگانه به سبب به شهر و دهات رفته از اهالی اموال گوناگون طلب نمایند. تدبیرهای جاری کرده منگوقان از آن عبارت بودند که مقدار و حجم خراج معین گردیده اهالی از ستانیدن اندازهای خودسرانه و نامحدود حمایه کرده شود و برای نشأ و نمای حیات شهرها و تجارت راهی مانع ایجاد نشود. یکی از اجرا کنندگان این سیاست منگوقان مسعود بک بود که از اویغورستان تا خوارزم را اداره میکرد. اصلاحات پولی مسعود بک، قسماً برقرار شدن حیات شهر و تجارت. مسعود بک سال 1271 اصلاحات پولی گذرانید. هدف اساسی اصلاحات پولی مسعود بک از آن عبارت بود که در اکثر شهر و ولایت‌های آسیای میانه به ضرب منتظم سیکه نقره از جهت وزن و ایار در همه جا برابر گذاشته شود. صرف نظر از محل برآورده شدنشان
این سیکه ها در معاملات عمومی دولتی اعتبار داشتند که این در تجارت پولی انقلاب به شمار می رفت. این از غلبه نوی تمایل دوم گواهی می دهد. اصلاحات پولی برای توسعه استحصالات و برقرار گردیدن و ترقی یافتن حیات شهرها مساعدت نمود. آسیای میانه در نیمه اول عصر 14. یکی از حاکمان مغول که حیات خود را پره به ماوراء النهر علاقمند کرده بود، کبک خان به شمار می رفت. او هرچند اسلام را قبول نکرده بت پرست مانده باشد هم بعضاً برای پیشگیری تعقیبات اهالی مقیمی از جانب اشراف بادیه‌نشین کوشش به خرج می‌داد. کبک خان قرارگاه خود را به ماوراء النهر آورد و در نزدیکی نصف برای خود قصر ساخت. بعدها در اطراف آن شهر به وجود آمد که با نام قرشی مشهور شد، زیرا در زبان مغولی قصر را قرشی می نامیدند. یکی از کارهای نمایانی کبک خان در آن بود که او چون اولین حاکم مغولی ماوراء النهر سال 1321 از نام خود سیکه زده بود که آن سیکه ها در سراسر کشور گردش داشتند. سیکه کلان نقره 8 گرم وزن داشته دینار نام داشت و با 6 تنگه خورد که دیرم می نامیدند برابر بود. سالهای اول در ضربخانه های بخارا و سمرقند سیکه های نو با نام کبک خان برآورده شدند. پس از وفات کبک خان برادر او ترمشیرین تخت را اشغال نمود. ترمشیرین در ماوراء النهر سیاست را پیش گرفت که آن آشکارا به طور عموم و مسلمانان و به طور خاص به ساکنان ماوراء النهر مناسب بود. او دین اسلام را مذهبی رسمی دولت چغتاییان اعلان کرد. این رفتار ترمشیرین برخلاف خواهش اشراف نظامی کوچی مغول بود و آنها با او دشمنانه مناسبت می‌کردند. عاقبت ترمشیرین به قتل رسانیده شد. در شهر و ولایت‌ها نزاع‌ها سر زدند که آنها برای گذرانیدن تدبیرات پیشرونده ممانعت می‌کردند. در سالهای 40 عصر 14 قزان خان اصول سیاسی کبک خان و ترمشیرین را پیش گرفته برای از نو برقرار نمودن حاکمیت خانی کوشش‌های زیاد نمود، ولی سال 1346 در جنگ هلاک شد. جای او را قزغن اشغال نمود که جانبدار عرف و عادت‌های زندگی بادیوی بوده بیشتر به هجوم‌های غارتگرانه مشغول می‌شد. پسر او عبدالله از سال 1358 کوشش نمود که سیاست افاده کننده طبقه بالای اهالی مقیمی را جاری نماید، ولی از مملکت رانده شد. در آخر سالهای 50 عصر 14 دولت چغتایی تقریباً به 30 ملک جداگانه تقسیم گردید. دوم، مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه در زمان مغول‌ها. کاتگوری‌های مالکیت زمین، سویورغال. در زمان استیلای مغول طبق وقف نامه‌های سالهای 1299 و 1326 1333 نوع‌های زیرین زمین وجود داشتند. زمین‌های وقفی، ملک خاص، مملکه اینجو و مملکه دیوان. به شمار زمین‌های وقف، زمین‌های کارم، آسیاب، کانال‌ها، انشاءات گوناگون آبیاری، استاخانه‌های هنری، دکان‌ها،
کاروانسرای‌ها و دیگر اموال منقول و غیر منقول داخل می شدند که از جانب دولت و شخصان دیگر به منفعت مؤسسه های دینی، مسجد، مدرسه ها، خانه ها، قبرهای اشخاص معروف و مؤسسه های خیریه وصیت کرده شده بودند. یک قسم درآمد وقف برای نگاهداری مؤسسه های در بالا ذکر شده و قسم دیگر آن به منفعت معتقدان آنها و روحانیان مسلمان صرف می شد. وقف ها در اختیار نمایندگان روحانیان بودند. تعداد زمین های وقفی آسیای میانه در زمان مغول ها زیادتر گردید. در فهرست رسمی فقیهان هم ملک دهقان و هم ملک زمیندار زمینی ملک نامیده شده است. در زمانهای بعدی مغول ها نیز این دو نوع ملک وجود داشتند. در دولت هولاکویی ها زمین هایی که به سردار دولت، اهل خاندان و تابعان او تعلق داشتند زمینی اینجو نامیده می شد. این نوع زمین ها را می توانستند به طریق خدمتانه تقدیم کنند، به وقف دهند، تحفه نمایند، بفروشند و غیره. زمین های اینجو از انداز آزاد بودند. زمینی دیوان زمینی دولتی به شمار می رفت. در آسیای میانه در زمان حکمرانی مغول ها از روی حق مالکیت 4 نوع زمین وجود داشت. یکم زمینی دولتی، دوم ملکی زمینداران کلان، فیادالی و اینجو، سیوم زمینی وقف و چهارم ملک دهقان. در زمان حکمرانی مغول ها در آسیای میانه اصول پاداش های فیادالی خیلی زیاد رونق یافته بود. آن را به اصطلاح عربی اقطاع یا به اصطلاح مغولی سویورغال می نامیدند. سویورغال ممکن بود حجمش خرد یا کلان باشد. در وقتهای اول سرلشکران بیشتر صاحب سویورغال گشته و سربازان قطاری به عوض خدمت مال یا پول می دادند. بعدتر به سربازان مغول ملک‌های وسیع به طور سویورغال انعام می گردید. کاتگوری‌های دهقانان. مسئله ساخت کرپاسنایی، غلامی. کاتگوریای دهقانان در زمان مغول‌ها گوناگون ترکیب بود. قسمی از آنها صاحب مالکیت خصوصی و امتیازها بوده نسبت به دیگران انداز کمتر می سپاریدند. اکثریت دهقانان زمین را به اجاره می گرفتند یا اینکه در زمینی دارا همچون برزگری کرایه کار می کردند. در وقفنامه سال 1326 کاتگوری دیگری دهقانان با نام کدیور ذکر گشته است که آنها به پرورش باغات ملک مشغول می شدند. از معلومات این سند برمی آید که به کشتکار زمین های وقف غلامان که از طرف وقف دهندگان آزاد کرده به زمین شنانده شده بودند نیز مشغول بودند. در زمان حکمرانی مغول ها دهقانان را به زمین پابند نموده نمی گذاشتند که آنها از جای به جای دیگر کوچند. سبب‌های اساسی به زمین‌ها پابند نمودن دهقانان این بود که در نتیجه قتل و غارت استیلاگران مغول مقدار اهالی و زمین زراعت خیلی کم شد و علاوه بر آن از جبر و ظلم و استبداد استیلاگران دهقانان به هر طرف فرار نمودند و اکثر زمین‌ها ناکشته ماند. از این خاطر خانهای مغول از روی منفعت دولت و فیادالان سیاستی به زمین بسته ماندن دهقانان را جاری نمودند، زیرا آنها ادا کننده انداز و خراج به شمار می رفتند.
احوال پیشوران. در دوره هجوم مغول در آسیای میانه دو گروه پیشوران شهر وجود داشتند. یک گروه حیات غلامانه به سر می بردند، محصولات به وجود آورده آنها را دیگران صاحب شده به عوضش هر روز به آنها خوراک می دادند. گروه دیگری پیشوران شهر که آزاد یا غلام بودنشان معلوم نیست به اختیار خود کار کرده از درآمدی کسبشان انداز می سپاریدند. اکثری پیشوران به وضعیت غلامی دچار بودند. کارخانه های هنرمندی وجود داشته به حاکمان مغول تعلق داشتند و پیشوران در آنجا همچون غلام کار می‌کردند. گروه نسبتاً آزاد پیشوران و تاجرانی نیز بودند که به خزینه حکومت مرکزی انداز می‌سپاریدند. پیشوران در از نوسازی شهرها، احیای استحصالات مالی و تأسیس کارگاه و استاخانه‌های هنرمندی حصه مناسب می‌گذاشتند. سیوم، مدنیت خلق‌های آسیایی میانه در زمان مغول‌ها. معماری، کسب‌های عملی، صنعت. در میانه‌های عصر 13 و عصر 14 در مملکت فعالیت بیناکاری نسبتاً سرعت گرفت. مبلغ ساختمان را اشراف روحانی و بعضاً نمایندگان جداگانه طبقه حکمران مغول می پرداختند. در صنعت معماری این دوره بیشتر از عنعنه‌های ملی استفاده می نمودند. در این دوره بیشتر به ساختن مقبره‌ها، مدرسه‌ها و کوشک‌ها توجه می‌کردند. از مقبره‌های معروف این دوره مقبره سیف‌الدین باخرزی در بخارا، مقبره‌های نجمی‌دین و توربک خانیم در اورگنج قدیم، مقبره محمد بشارا در پنجکین و غیره را نامبر کردن ممکن است. در نقش و نگار بناها گلکاری‌های روی گیل و مینا به طور فراوان استفاده می شد. در آرایش بیناها از سفال سیردار نقشین به طور وسیع کار می گرفتند. گچکاری ها گاها با نقشبندی بسیار زیبا پوشیده می شد. هنر خطاطی و نقاشی به درجه بلند رسیده بود. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 58م. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.